با نام خدا، سلام و درود و خسته نباشید دارم خدمت همه اعضای بیننده. امیدوارم که جور و صحتمند سر حال باشین هر جای دنیا که هستین. امروز برنامه متفاوت داریم. در جای آمدیم که دو تا از بهترین قهرمان‌ها در حال آماده باش برای مسابقات کشورهای بیرونی و همچنان در ادامه براتون بگیم که این مسابقات بسیار فوق‌العاده و بسیار مسابقاتی که در کشور پاکستان برگزار میشه هست. سلام، وقت بخیر. سلام خوب هستین؟ بخیر. بخیر. مشکل نیست. خواهش میکنم. امروز ما خبر شدیم که دو تا از بهترین فایترها در حال آماده باش برای مسابقات کشورهای بیرونی هستند. بله، دو تا از قهرمانای خوب کشور آماده هستند، تمرینات فشرده داشته، دیگه آماده کامل هست برای مسابقه. بسیار عالی. استاد جان، میشه که مختصر در مورد از یک توضیح بده که یا در کدام کشور مسابقات داره، راوند چندم میشه که مثلا دفعه چندم که مسابقات میده اینا؟ خب اینا از قهرمانای با تجربه هست، اولین بارشان نیست. عتیق‌الله حسینی یکی از قهرمانای سرشناس هست که دستاوردهای خیلی خوبی داشته، مثلا دستاوردهای آسیایی داشته و دو رکورد حرفه‌ای در بوکس پروفشنال داره و این بار هم قرار است که با حریف از کشور پاکستان وارد رینگ شود. خب بسیار عالی، بسیار عالی. اینا چند رقم شکل روی تمرینات خود کار کرده، روی تمرینات اینا کار کردن؟ خب اینا خو همیشه تمرینای منظم داشته، منتها تمرینای فشرده نزدیکی که 2 ماه 3 ماه میشه که تمرینای فشرده داشته اینا. خب بسیار عالی. بسیار دیگه حمایت کنم میتونم از طریق همزی صفحات خود برای دوستا یک معرفی داشته باشیم، یک اونا برای اونا یک حمایت داشته باشه، یک دعای داشته باشه، یک شیرکاری داشته باشه. البته تا برای فالوورای صفحه خودم نه، بلکه صفحات خود قهرمانان باید همیشه مورد حمایت قرار بگیرن. خب بازم جا داره که تشکری کنیم از خودتان که و همیشه حامی ورزشکاران بوده و همیشه به ورزشکاران را حمایت و تشویق کردی و این بار هم از دو تا قهرمانای ما قرار هست که یک رویداد بزرگ اشتراک بکنه و انشالله که یک دستاورد خیلی خوب بکنه و گفتنی من این هست که کسایی که در صفحات اجتماعی هست قهرمانا را حمایت بکنه مثل شما که همیشه حمایت کردید. یک گفتنی داخل دارم که هموطنان عزیز قهرمانای ما را حمایت بکنین، یا تنها تعلق به یک کلاب نداره. اینا کسایی هست که فقط به نام افغانستان مبارزه میکنه و در کشورهای خارج این مطرح نیست که از کدام کلاب هست و اونجا موضوع کشوری هست، فقط کشور تر میشناسه. ان شاء الله که قهرمانای ما تمرینای خود گرفته، ان شاء الله که بتونه کشور پاکستان را قهرمانای پاکستان را به راحت شکست بده و تحلیل ممی هست که در این ان شاء الله که نتیجه خیلی خوبی میگیرن. استاد ایاز نیازی پیشبینی کرد که در رنگ دوم میکوتی. بله، عتیق‌الله حسینی در رنگ دوم ان شاء الله که حریف خود تسلیم میکنه. دیگه نعمت الله اکبری هم از قهرمانای خوب است، البته حریف خیلی پرقدرت داره، ان شاء الله که در رنگ 3 جمع میکنه. ماشاءالله ماشاءالله. عتیق‌الله با راوند دوم و نعمت الله اکبری در راوند سوم جمع میکنه. برای پیشبینی استاد بسیار یک پیشبینی خوشایند برای ما، ان شاء الله کمی اتفاق بیفته و دیگر کدام پایان نباشه باشه. میخوام که با خود قهرمانا اجازه خود باشه یک کوتاه نظر از اونها. بازم تشکر. دیگه هموطنان عزیز قهرمانایتان حمایت بکنید. اینا کسایی هستند که شب روز زحمت کشیده، نه تنها به خاطر به یک مکان یا به یک جای، اینا برای کلگی ارزش قائل هست و ان شاء الله که کلگی حمایت بکنه، ان شاء الله که یک تاریخ سازی بکنیم و قهرمانای نامدار پاکستان را ان شاء الله که با خوب متصحیح شکست بدیم. ان شاء الله. استاد موفق. تشکر. دوستان عزیز، می‌دونید که شما بیننده هستین. در کنار خود قهرمان نعمت الله اکبری داریم که برای معلومات بیشتر در مورد این مسابقه‌ای که در کجا برگزار میشه از خودش خواهیم شنید. سلام وقت شما بخیر قهرمان. با نام یاد خدا، سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت هموطنان عزیزم و عزیزانی که ما رو بیننده هستن. نعمت الله اکبری هستم، یک تن از قهرمانان عضو تیم ملی جوجیتسو و مسابقه پیشری دارم در کشور پاکستان است که با یکی از بهترینای پاکستان است که 2 رکورد گینیس در دبل تیک داون داره و یکی و برنز آسیایی در وشه داره و یکی از بهترینای می است. ماشاءالله. آقای نعمت الله اکبری در مورد تمرینات خود بگی که چند وقت میشه روی تمرین خود کار کرده برای این مسابقه پیشرو؟ مدت 2 ماه میشه که آمادگی گرفتیم به خاطر این مسابقه، به خاطر که سازش خیلی بالاست، با یک از بهترینای پاکستان است. دیگه ان شاء الله از آمادگی خوب برخوردار هستیم ان شاء الله و با امید پیروزی افغانستان ان شاء الله. کدام پیام سخن داشته باشید دو تا کامرا در اختیار با خیر سلامت باشین. دیگه از هموطنان عزیزم خواهش میکنم که مرا حمایت تشویق کنن
در این روز تا موفق شویم که حریف خود نکات کنیم. انشالله. و این مسابقه ای که در کشور دالخورا نبخش پاکستان که برگزار میشه بله. چگونه پیش بینیم؟ خب سطح مسابقات در پاکستان درسته کلگی میگیم که پاکستان سطحش پایین است، اما در کل هم فایترهای خوب داره هم سازمانهای خوب داره که سطح مسابقات خیلی بلند برگزار میکنه. قهرمان دومی در کنار خود داریم که عتیق‌الله حسینی. سلام وقت شما بخیر. سلام وقت شما بخیر. سلام و درود دارم خدمت شما، خدمت مردم شریف افغانستان. عتیق‌الله حسینی هستم، یک تن از ورزشکاران رشته بوکس پروفشنال در خدمت شما. سلامت باشین، بخیر باشین. قراره که یک مسابقه بسیار فوق‌العاده بازی داشته باشین. میشه که در مورد تازی بر از ما مختصرا یک توضیح بدین؟ این قهرمان چه مسابقه است؟ مسابقه دوم بوکس پروفشنال است. در کشور پاکستان برگزار میشه با حریف از کشور پاکستان. دیگه حریف هم یک از بهترینای پاکستان است و دارای رکورد پروفشنال است. دیگه خودم هم یک رکورد پروفشنال دارم. این دومین مسابقه ما در دنیای بوکس پروفشنال است. دیگه قسم که شما در جریان بودین، هم دیگه جریان داره، زحمت‌های خود کشیدیم. دیگه انشالله تمام کوشش خود میکنیم که برای افغانستان بریزی رقم بزنیم. آقای حسینی ما شنیدیم البته این دوره دوم که مسابقه میدید در پاکستان. دوره قبلی پیشنهاد پلیس داد برید. دوره بعدی که ما در کراچی مسابقه کردم، حریف خود بردم، خب هرچند که بار اولی من بود کس آشنا نداشتیم اونجا، فقط دو نفر بودیم، یک کس قهرمان دیگه نعمت‌الله زبانه که امروز اینجا نیست، او کدو رفته بودیم. باز اونجا مسابقه خود بردیم، برنده شدیم. بعدش هم دیگه مسابقات خوب برای ما پیشنهاد شد با بهترینای پاکستان. دیگه اونا به مخاطر نام و شهرت خود ما را دایی کرد که شما را پول میتیم، ما شما مسابقه را داخل رنگ به نفع ما اعلان کنید. باز دیگه باز ما خب در کشوری که میریم مسابقه میکنیم، تنها برای خود مسابقه نمیکنیم، مبارزه نمیکنیم. اینجا که میریم داخل از رنگ که میشیم فکر کو برای یک ملت مبارزه میکنیم. دیگه باز به مخاطر همو غیرت افغانی ما را قبول نکرد، ما گفتم نه، ما پیشنهاد رد کردم. دیگه باز به مخاطر یک سال در پاکستان بودم، به مخاطر خیلی کسا کدیم مسابقه نکردن اینجا. سرالی چند میشه که در بخش ورزش فعالیت دارن؟ مدت 5 سال میشه، مدت 5 سال میشه که تقریبا 3 سال میشه در رشته کیک بوکس فعالیت داشتم. دیگه مدت 1 سال میشه که در دنیای بوکس پروفشنال رو. بسیار عالی. دونه کامرا آقای حسینی در اختیار تو، پیام سخن هر چی داشته باشه. البته اگر مسابقه خود رو پیش بینی کردن میتونه که پیش بینی کو. خب مسابقه را پیش بینی شدن نمیتونه، ولی زحمت‌های خود کشیدیم. ما انشالله این مسابقه را فقط صرف برای دو نفر، دو کسایی که در افغانستان واقعی خدمت کرده، پدر و مادر، ما برای اونا میریم مبارزه میکنیم. انشالله توکل به خدا، انشالله پیروزی رو برای تمام پدر و مادرای افغانستان رقم میزنیم انشالله. انشالله با امید پیروزی. انشالله. تشکر. موفق باشه. تشکر از شما، از برنامهتون. دیگه تشکری خاص دارم از کسایی که مرا حمایت کردن تا این دور، از استادا، مربی‌ها، در کنار ما دوستای دیگه، کسایی که در بیرون از کشور اینجا بودن، حمایت مالی، حمایت معنوی، عکسای مرا بالا کردن، مرا تشویق کردن در صفحات سوشال میدیا. قلباً ازشون تشکری میکنم. همچنین تشکری میکنم از استاد جواد نیازی، یکی از مربیای خوب، دلسوز، زحمتکش، یکی از مربیای است که واقعا صادقانه قلباً از روی یک ورزشکار زحمت میکشه که ما مدت 2 ماه که واقعا شب روز بالای ما تلاش میکنه، زحمت میکشه. دیگه ما جمعاً تشکری میکنم از کل ایشون. دیگه انشالله تمام تلاش خود میکنیم که پیروزی را برای مردم افغانستان، برای کسایی که واقعا ما را خدمت کردن، زحمت کشیدن، سر ما حمایت کردن، رقم بزنیم انشالله. انشالله ما دعا میکنم که یک برد خوبی داشته باشین، یک کاسه دلخور رو در خاک بدین. انشالله با امید خدا. خب گفتنی خیلی خاصی ندارم. در آخر برنامه هستیم، جا داره که یک بار دیگه از همه مردم افغانستان بخوایم که دو تا از بهترین قهرمانای افغانستان را حمایت بکنه و با هر گونه حمایتی که صفحات مجازی میتونه حمایت بکنه. اینا کسایی هستن که همیشه تمرینات منظم داشته
و این 2 ماه واقعا که تحت هر شرایطی مثلا شرایط های گوناگونی داشتن باز هم به تمرینشان آمده بود، شب و روز زحمت کشیده بود و اینا هم زحمت کشیده تا یک افتخار بزرگ برای افغانستان بیاره، نه برای یک مکان. اینا زحمت میکشه صرف به خاطر نام افغانستان که نام افغانستان را بتونه در اونجا به اهتزاز در بیاره. و از همه هموطنان عزیز در آخر خواهشمند هستم که هیچ از بهترین قهرمانای افغانستان را حمایت بکنه تا بتونه بهترین قهرمانای پاکستان ان شاء الله که در رانده اول و دوم نکات بکنه. تشکر استاد، تشکر. و پیام شما آقای حسینی؟ گفتنی ها را استادم گفت دیگه. ما از هموطنان خود خواهش دارم ما را از دعای خود فراموش نکنه. دیگه زحمت‌های خود کشیدیم، ان شاء الله بریم نتیجه بگیریم. و گفتنی ما در آخر برای تمام جوانا، هر کسی که بیننده هستن مرا هستن که در راه هدفی که هستن تلاش زحمت خود بکشن، هیچ وقت بهانه نبیارن. ان شاء الله تلاش کنن، زحمت بکشن در هر راهی که هستن. فرق نمیکنه که هرچی شاید در مسیری که برین خیلی بالا پایینا رو داره، ولی در عمقشان برین ان شاء الله در راهتان تمرین داشته باشین، پشتکار داشته باشین، موفق باشین. تشکر شما. آقای اکبری؟ بخیر سلامت باشین. تشکر خاص میکنم از شما و که همیشه وار که همیشه در کنار قهرمانای استاد بودین و از هموطنان عزیزم خواهش میکنم که ما را از دعای خود، از حمایت‌های خود دریغ نکنن و انشالله یک پیروزی را برای افغانستان رقم بزنن. انشالله با امید پیروزی. بخیر.